سلام علیکم دوستان و بینندگان و مخلصان دومی شبکه ما. اینک با خواهش شما برادران طرزی تیار کردنی لک بسیاریات کامنتاری را می‌نویسید واتساپ یا که زنگ می‌زنید که لک چند تا بودیم چطور تیار کنیم. باز برادران ما تیار میکنیم شما نگاه کنید. این دکراتیوی لک اینا با هم سه سطلش سفید आहे اینجاش زرد نویسند اگر پدو بیام می‌برید. یک سطل لکه در نمی چپا میکنیم. یا کنیم باید لک غاوس های رنگی چکای لک غاوس خشروه یا باید او دباوید میکنیم. نحوزه خالیش میکنیم پو بیزا در همی سطل وقتی خالیش کردیم امیده آب میریزیم. آبتون صافی تازه باشد. اینا بردارون نیم سطل آبش ریختم من. نیم سطل بسیاریات میفتین چند قه آبش میریزین نیم سطل آب لک دو نیم کیلو های سطلش دو نیم کیلو های نیم سطل آبش ریختم و تنک سطل بوشون بعد آب و در این سطل میدازم. دومین سطل ما هم توزشت و بعدا 4 دونه زرحلش دباوید میکنیم. 4 دونه زرحل کلان دونه باشه با خوبه. دو تا زر دباوید کنیم. یک تا کبود یک دونه سرخ. اشتراک کامل که دومین سطل بتوه زرحله دباویدش کردیم. 4 دونه زرحله ولی 4 دونه زرحله دباوید کردن میکسر خطی میکویمش تا بیا حال شد. لکمو اویلان غاصه وقتی غاص باید باشه با کم ترک آبش اینه دباف کردیم. یعنی نیم لیتر آب دباف کش کردیم اینه با بعدا مو بخوریم. لک ما تیار شید شوردیمش لک تیار شید در نمی تازگ میریزیمش ریختیمش روزی تنه دیوال میزنیم و زدنش هم نشون تا میتون بود.
اینا تغییرات ریختیمش. اینا زرحالاش میتوه. ایشنام زرحاله. نمی گلی را که زده ایم، نمی گلی زدگی را لگ میزنیم. نه پلینتوس، این خانه را هم گل هم پلینتوسی هم همش تیاره. بالای نمی گلی زدگی لگ میزنیم اینا. حاضر. خیلی هم در دست نمیوید گلینا. رنگش نمیوید کلیپی و دبایت کدگی رنگش نمیوید. Não,